با عرض سلام، وقتتون بخیر. با آموزش بافت این شال در خدمتتون هستم. من از بافت فرانسوی استفاده کردم با نخ ضخیم. در ابتدای کار من 30 تا دونه سر انداختم. ابتدای کار رو من چند رج رکن بافتم، یعنی همه دونه ها چه از قسمت زیر کار و چه از قسمت روی کار همه از زیر بافته شده. بعد از اون یه رج اول کارم و یه دونه از زیر و یه دونه از رو بافتم. بافت فرانسوی بافت خیلی زیباییه، بسیار راحته. دونه اول رو نمی بافیم، دونه بعدی ما از زیر هستش. در فرانسوی ما دونه های زیرمون رو یه رج پایین تر بافت میزنیم، یعنی دونه رو میگیریم، زمانی که از رج پایین بافت رو دونه رو در آوردیم، بافتی که روی میل داریم رها میکنیم. دونه بعدیمون از روی کار هستش، اون رو فقط از روی میل میبافیم، یعنی یه رج پایین تر این کار رو انجام نمیدیم. ببینید اومدیم دوباره دونه زیر رو یه رج پایین تر، قشنگ مشخصه. ببینید از این قسمت روی میل بافت رو انجام نمیدیم، یه رج پایین تر دونه رو میگیریم و دونه‌ای که روی میل داریم آزادش میکنیم و دونه رو میبافیم، دوباره به دونه زیر میرسیم و یه رج پایین تر دونه رو میگیریم و دونه‌ای که روی میل داریم رو از میل خارج میکنیم. بافت فرانسوی بافت راحتیه و برای شال کردن ازش استفاده میکنیم. خیلی قشنگه. امیدوارم که از این بافت خوشتون بیاد. من 30 تا دونه سر انداختم. از 3 تا کلف نخ استفاده میکنم برای بافتش که بلند بشه و دور تا دور گردن رو بگیره. رسیدیم. حتما یادتون باشه مثل اول شال کردن یه چند رجی رو حتما رکن بافته بشه و بافت بعد کور بشه. پس انتهای کار رو مثل ابتدای کار حتما چند رج رکن ببافید. میتونید یه مقداری بلندتر ببافید. من اینجا یه مقداری کوتاه بافتم، 6 رج بیشتر نبافتم. زمانی که کارتون داره تموم میشه حتما 6 رج دیگه رکن میبافید و بافت رو کور میکنید. امیدوارم که از این بافت زیبا خوشتون اومده باشه. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.